سلام عزیزان، در این ویدیو میخوام 5 تا راز انرژی زنانه رو براتون توضیح بدم. انرژی زنانه یه چیزی فراتر از ظاهر و رفتارهای سطحیه. یه انرژی درونی و قدرتمند که میتونه توی زندگی، روابط، موفقیت‌ها تأثیر بذاره. ولی ما فقط بخش کوچیکی از این رازها رو میدونیم و اینم بگم که انرژی زنانه فقط مختص خانم ها نیست. اگه آقا هستی و این ویدیو رو میبینی بدون که به درد تو هم میخوره و تو هم انرژی زنانه داری. خب بریم سراغ رازها. راز اول، انرژی زنانه با پذیرش خود واقعیت شروع میشه. انرژی زنانه وقتی شکوفا میشه که تو بدون نقاب و قضاوت خودت رو بپذیری، یعنی هم ضعف‌هاتو هم قدرت‌هاتو. خیلی وقتا ما برای اینکه دیگران خوشحال بشن خودمون رو تغییر میدیم، اما انرژی زنانه دقیقاً جایی فعال میشه که تو بگی این منم با همه خوبی‌ها و نقص‌هام. این پذیرش یه جذابیت طبیعی ازت میسازه که هیچ چیز دیگه نمیتونه جایگزینش بشه. راز دوم، سکوت و تنهایی معجزه‌گرن. بعضیا فکر میکنن برای زنانه بودن باید همیشه اجتماعی و پر انرژی و در مرکز توجه باشی، ولی حقیقت اینه که لحظات سکوت و تنهایی بزرگترین منبع قدرت برای زنانگی هن. وقتی در تنهایی فرو میری با خودت ارتباط میگیری، زخم‌هاتو میفهمی، دوباره پر از انرژی میشی. درست مثل ماهی که در شب تاریک میدرخشه، انرژی زنانه هم در خلوت بازیابی میشه. راز سوم، مرزها راز جذابیت پنهان. خیلی ها مرز داشتن و با سردی یا بی‌عاطفگی اشتباه میگیرن، در حالی که مرز نشونه احترام به خودته. وقتی یاد بگیری که کجا نبگی، به دیگران نشون میدی که ارزشمندی. همین موضوع انرژی زنانت رو عمیق‌تر و مرموزتر میکنه. افرادی که مرز دارن اعتماد به نفس و امنیت درونی رو ناخودآگاه منتقل میکنن به دیگران و این باعث جذابیت واقعیشون میشه. راز چهارم، شهود، قطب نمای زنانه. انرژی زنانه به طور طبیعی با شهود و حس ششم قوی متولد میشه. این حس مثل یه قطب نماه که اگه ما بهش اعتماد بکنیم ما رو از مسیرهای اشتباه دور میکنه. انرژی زنانه همیشه میخواد تو رو به سمت چیزی ببره که برات درست تره، حتی اگه عقل و منطقت یه چیز دیگه بگن. ولی انرژی زنانه ولی شهود شاید یه چیز دیگه بگه و همین تمرین شنیدن صدای درونی یعنی بازگشت به اصل انرژی زنانه. راز پنجم، عشق و خلاقیت سوخت اصلی تو. هیچ چیزی مثل عشق ورزیدن، مهربونی کردن و خلق کردن نمیتونه انرژی زنانه رو روشن نگه داره. عشق فقط تو رابطه‌های رمانتیک نیست، عشق به زندگی، عشق به کارهایی که میکنیم، عشق به خودت و همینطور با چاشنی خلاقیت، چه در هنر، چه در آشپزی، چه حتی در تغییر دکوراسیون، همشون یه راهیه برای جاری شدن انرژی زنانت. افرادی که عشق و خلاقیت رو در روزمرهشون جاری میکنن همیشه یه نور خاصی دارن که همه جذبشون میشن. 2 تا تمرین بهتون میدم که این تمرین رو اگه دوست داشتین انجام بدین تا انرژی زنانتون تقویت بشه. تمرین اول، آینه و پذیرش خود. جلو آینه بایستین، فقط خودتون رو نگاه کنین، به چشماتون، صورتتون، بدنتون، اندامتون و همه چی بدون قضاوت نگاه بکنین و به خودتون هر حس منفی که دارین اون حس رو برعکس بگین. اگه احساس میکنین که انسان ارزشمندی نیستین به خودتون بگین جلوی آینه من ارزشمندم. اگه احساس میکنین که شایسته عشق نیستین به خودتون بگین من شایسته عشق هستم، من همینطوری هستم و کافیم. بهتون تضمین میدم که اگه 365 روز یعنی 1 سال به طور منظم این کار رو انجام بدین تأثیرشو توی 366مین روز میبینین و واقعا متوجه میشین و باور میکنین این بار
که من انسان شایسته‌ای هستم، که من انسان ارزشمندی هستم. حتی اگه یه قسمت از بدنتون رو دوست نداشتین، حتی اگه احساس کردین زشتین، ولی برعکس بگین من خوشگلم و باور کنین روز 366 متوجه میشین که واقعا خوشگلین، واقعا خودتون رو زیبا میبینین. تمرین دوم، خلوت و نوشتن شهودی. بشین در سکوت، بدون حواس پرتیا، بدون تلفن همراه، همه چی رو بذار کنار، فقط با خودت هر چیزی که به ذهنت میاد. اگه دوست داری بنویس، اگه نه تو نوت گوشی و هر جای دیگه بدون سانسور بنویس. مهم نیست که چقدر قشنگ و زیبا باشه، فقط هر چیزی که توی ذهن هست رو بنویسین و بیارینش بیرون، نذارین توی ذهنتون بمونه. بعد چند روز متوجه میشین که شهودتون قوی تر شده. این دوتا تمرین رو حتما انجام بدین. این ویدیو هم به پایان رسید. توی ویدیوی بعدی میخوام راجع به رقص سوماتیک برای انرژی زنانه صحبت کنم و همینطور در ادامه ویدیوهامون حتما راجع به انرژی مردانه و زخم هایی که خورده صحبت میکنم. میدونم این ویدیو براتون مفید بوده. لطفاً سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی براتون نمایان شه.